چند تا راهکار ساده برای داشتن موهای سالم و براق. اولین نکته این که موهاتون رو با شامپوهای بدون سولفات بشورید. ولی شامپوهای بدون سولفات قدرت پاک کنندگی خوبی نداره. به خاطر همین هر 2 هفته یه بار از یک شامپوی معمولی استفاده کنید. نکته بعدی، موهاتون رو با آب داغ نشورید، با آب ولرم بشورید، برای اینکه آب داغ تمام چربی خوب مو رو از بین میبره. نکته سوم، وقتی که از همون بیرون میاید به سرتون حوله نپیچید. سعی کنید که از یک تیشرت نخی یا حوله میکروفایبر استفاده کنید. وقتی که از همون در میاید از شونه‌های دندون بزرگ استفاده کنید برای شونه کردن موها. شونه چوبی یکی از بهترین گزینه‌ها برای شونه کردن موهاست. یکی از کارهایی که من خودم انجام میدم روغن تراپی هستش. هر 2 هفته یه بار یک کمی روغن نارگیل و روغن زیتون رو مخلوط میکنم، گرم میکنم و فقط به کف سرم میمالم و ماساژ میدم. فقط این نکته رو دقت کنید که قبل از استفاده از هر روغنی حتما روی پوست بدنتون تست بکنید که حساسیت نداره. نکته آخر، ماساژ سر یکی از بهترین گزینه‌ها برای رشد بیشتر موهاتون هستش. برای اینکه ماساژ سر موجب خونرسانی بیشتر به کف سرتون میشه و فولیکول‌های مو تقویت میشن. اگه این نکات براتون مفید بود حتما این پست رو سیو کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید.